السلام علیکم تماشاچیان گرامی. مثال بسیار افزوده که گنتیک CP 11 میتونه شود که یعنی پیرمیدی سربریده دوست داشت این اساسایش چهارمزوی منتظم باشن یعنی اساسی اکماش طرفش یک اساسی دیماش طرفش 5 و تیغی پرگاهی وسیع 3 متر برابر می باشد و شرطش میتونی می باشد که یعنی 5 پیرمیدی سربریده را باید یابیم. اول ما یعنی در وقت برای یافتن بلندی دیاگرام‌های اساس‌ها رو می‌یابیم از روی فرمول تئورم فیگار این در اینجا سه کجای راست کجا باشند هیپوتنوز رو می‌یابیم. هیپوتنوز یعنی این طرفش یک باشد یک کوادرات جمع یک کوادرات برابر 2 ریشه 2 می‌شود. اکنون دیاگرامی اساسی فلان رو می‌یابیم 5 کوادرات جمع 5 کوادرات ریشه از 50 یعنی 25 باید 5 ریشه 2 میموند. اکنون از روی یعنی وقتی که در رو پیوست نموده در اینجا گروشی دیاگرامی آسون میکنیم چون این تربیتی آسون میشود یعنی چنانی که ما خودمون گفتیم یعنی دیاگرامی اساسی اکم ریشه 2 دیاگرامی اساسی 5 ریشه 2 است و طرفی پهلوی این پیرامید به 3 متر برابر است. ما بالا می‌یابیم یعنی بلندی را در اینجا می‌یابیم. وقتی که از اساسی بالا به اساس پایان پرپندیکولار می‌گذاریم اینجا هم ریشه 2 می‌شود. بعد از این ریشه 2 را گرفته و 2 تقسیم می‌کنیم معلوم می‌شود که این x یعنی 2 ریشه 2 برابر است و در برای یافتن بلندی پرپندیکولار باشد از روی باز یک بار دیگر یعنی فرموله تئورم فیگار استفاده می‌کنیم یعنی h برابر ریشه از کوادرات مینوس x در اینجا 2 ریشه 2 است 2x کوادرات برابر ریشه 2 مینوس 2 ریشه 2 در کوادرات یعنی 2 ریشه 2 در کوادرات به 8 برابر می‌شود 9 مینوس 8 برابر 1 ریشه از 1 بود 1 می‌شود. اکنون مسائل‌های یعنی اساس‌ها رو می‌یابیم. اساسی اکم طرفش 1 بود یعنی در اینجا پشت دستی چهارپنجه‌ای منتظم است یعنی کوادرات s = 1 برابر 1 کوادرات برابر 1 کوادرات 1 متر کوادراتی s2 کوادرات برابر 5 کوادرات برابر 25 متر کوادراتی و از روی فرمول یافتن حجم پیرمیدی سربریده یعنی v برابر 1/3 h ضرب s1 جمع ریشه s1 s2 جمع s2 و یعنی بلندی مساحت‌ها رو به جای می‌گذاریم. بلندی ما یک مساحت اساسی اکم 1 مساحت اساسی دوم 25 و ریشه از s1 s2 1 ضرب 25. اکنون یک تقسیم همین را حساب کردن داریم یعنی 1 تقسیم 3 یعنی که در بدون 1 تقسیم 3 متر کوبی میشه. متر کوبی مونید واحدی چه نکشه؟ بدون 1 تقسیم 3 متر کوبی. بچه هم بفهموها؟ یک قرصه